الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این قسمت سوم از صحبت ما و جواب ما به ابو عبیدالله متوکل هست. همه شما آگاه هستید که ابو عبیدالله تسجیل نمودند و جهل را در شرک اکبر عذر دانستند و به این عقیده ایشان و به بگویم این تسجیلی که نموده بودند ما جواب گفتیم. در دو صحبت که گذشت جواب ایشان را داده بودیم، اما امروز به من یک رساله از ابو عبیدالله متوکل رسید که در این رساله شیخ ابو عبیدالله متوکل از ما دو سوال نمودند و خواستند به این سوالها من ابو محمد مدنی جواب بگویم. البته این سوال به واسطه بعضی از شاگردان ابو عبیدالله متوکل که تاجیک‌ها هستند به واسطه برادرها به من رسیده است. والله اعلم در حقیقت این سوال را ابو عبیدالله از ما کرده اند یا که چیزی دیگری هست، اما وقتی که به ما همچنین نوشته آمد و یک جوان تاجیک خواست که ما جواب بدیم، زیرا که سوال در حقیقت همچنین میتابد که از ابو عبیدالله متوکل هست. البته که ما وظیفه ما هست که به سؤال ابو عبیدالله جواب بگوییم و منهج خود را ظاهر بکنیم. اولا پیش از به جواب پرداختن و سؤال را به شما خواندن، من میگویم که در مسئله العذر بالجهل، جهل عذر شدنش یا نشدنش، که عقیده ما معروف است که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست، در این مسئله حلقه های زیادی را ما تسجیل کردیم و بیان کردیم، هم در رد مدخلی های تاجیک و هم در جواب مبشر مسلمیار و هم حلقه های خاص در کشف شبهات اهل بدعت در مسئله العذر بالجهل و هم اینچنین در حلقه های مدخلی شناسی هم حالا رفته ایستاده است. بالعموم به همه شبهات این موضوع که مرجئه ها میکارند جواب داده ایم و بیان نموده ایم. اما جواب هایی که به ابو عبیدالله متوکل میگوییم خاص سؤال است، خاص به همون سؤالی داده اشون به خاطر اختصار شدن جواب میگوییم. سؤالی که ابو عبیدالله به واسطه شاگردانشون به ما ارسال کرده اند چیست؟ گفتند اگر هر برادر که ارتباط با مدنی دارد همان دو سؤال را از نزدش بکند به من ارسال نماید. بله، صحبت برادر مدنی را شنیدم که به نسبت من نموده بود. انشاء الله تعالی که من دلگیر نمی شوم و جواب او برادر را در یک فرصت خواهم داد. ولی شما از مدنی سؤال را بکنید و با خود ثبت نموده به من ارسال کنید. سؤال اول این که شما به مردم تاجیکستان حالا چی میگویید؟ یعنی چی حکم میکنید به همین معنا، در حالی که آنان استغاثه به غیر الله میکنند و در انتخابات شریک میشوند؟ آیا آنها کافر هستند یا مشرک؟ و ما با آنها چی قسم معامله بکنیم؟ دوستی بکنیم یا نه؟ سلام بالاشون
اندازیم یا نه؟ این سؤال شیخ، سؤال اولشون است والله اعلم. سؤال دوم، مرجئه کدام طایفه را در اصطلاح سلف میگند؟ یعنی مرجئه را در اصطلاح سلف کدام طایفه را میگند؟ مرجئه کیست؟ یعنی اگر با دلیل آن را سخن بگویید جزاکم الله خیرا، منتظر هستم. و البته این سخنی که است، این نوشته های شیخ ابو عبیدالله متوکل است. یعنی سخن های ما رو گوش کردن، شاید قسم اول رو یا قسم دوم فرقی ندارد، بالعموم بعد از این که شنیدن این سوال رو به ما مطرح کردن و ما وظیفه دار هستیم که به این سوال جواب بدیم. سوال اول این است که حکم تاجیکستان، حکم مردمی که در تاجیکستان است در نزد ما چیست؟ چلی که به شما قرائت کردم، این که شما به مردم تاجیکستان حالا چی میگویید در حالی که آنان استغاثه به غیر الله میکنند و در انتخابات شریک میشوند. یعنی شیخ ابو عبیدالله از ما حکم مردم تاجیکستان را پرسیده ایستادند که ما به بالای مردم عامه تاجیکستان چی حکم میکنیم؟ زیرا که میگند در تاجیکستان مثلا مردم استغاثه به غیر الله میکنند که این شرک اکبر است و این چنین به انتخابات شریک میشوند. ما به اینها چه خیلی معامله کنیم؟ سلام به بالشون تیم نتیم، اینو کافر هستن مسلمان هستن چی هستن؟ بارک الله فیکم. اولا پیش از این که به این سوال جوابی خاصی بدهیم، ما از کمی وسیع‌تر صحبت میکنیم تا که از این جوابی ما که به ابو عبیدالله متوکل میدهیم دیگر برادران و خواهران موحد ما از تاجیکستان و افغانستان فارسی زبانان استفاده بکنند و منفعت ببرند و منهج صحیح را درک بکنند. اولا ما به ابو عبیدالله متوکل تشکر میکنیم که صحبت ما را بدون تعصب گوش کردند و بعد از این سؤال را به ما ارسال کردند و من فکر میکنم که عالم حقجو و کسی که صادق است و مخلص است همیشه همچنین معامله میکند. من از این سؤال ابو عبیدالله متوکل مشاهده کردم که این سؤال دلالت به علم این انسان میکند و البته که این سؤال امیدوارم که برای روشن ساختن منهج حقیقی ما و فهمیدن ما و برای فهمیدن منهج خوارج و برای فهمیدن منهج جهمی است. و من امیدوارم که کسانی که این صحبت ما را گوش میکنند از ابو عبیدالله متوکل یا که دیگر از برادران و خواهران موحد که این صدای من به اونها میرسد خوب دقت بکنند و این منهج نازک را که بین خوارج است و بین مرجئه الغلات است جدا بکنند. ما بارک الله فیکم میگوییم منهجمون بین غلات و بین جفات است. غلات از خوارج ها، از تکفیری هایی که عموم مردم را تکفیر کردند، مردم را بدون شروط و بدون موانع تکفیر کردند و مردم را بدون ضوابط شرعی تکفیر کردند و مردم را همان کسایی که الله و رسول تکفیر نکرده است تکفیر کردند. پس اینها غلو کرده ها هستند، افراطی ها هستند که بالعموم مسلمان ها را تکفیر میکنند. همه که از نزدشان برآمد، هر کسی که به چشمشان افتاد و هر کسی که به نظر اونها آمد او کافر است. فرقی ندارد که کسی باشد، حتی خودشون را تکفیر میکنند یا که تسلسل در تکفیر دارند، 4 و 5 و بالاخره همه عالم هیچ کسی نمیماند. و همینها غلو کرده ها هستند که علمای اهل سنت و الجماعت را هم به نام تکفیر میکنند. و ما میگوییم که از این منهج غلاتی ها، از این منهج خوارج ها که این اصل عقیده خوارج است که کسی همین عقیده را دارد خوارج گفته می شود، ما پناه به الله میبریم و میگوییم که اعوذ بالله، پناه به الله. و هر کسی که ما را به همین منهج نسبت داد و خوارج گفت، میگوییم که این بهتان عظیم است
سبحانك هذا بهتان عظیم. و البته ما صبر میکنیم به این تهمت ها و فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم، در نزد الله خصومت ها جمع می شود. اما ما براءت خود را از این منهج غلات، از این منهج خوارج های زمانه، خوارج های معاصر، براءت خود را اعلام میکنیم. اما از جانب دیگر مذهب دوم، مذهب جفات، مذهب تفریطی ها، خوارج ها افراط کردند، اینها تفریط کردند. خوارج ها غلات شدند، اینها جفات شدند، که اینها مرجعه الغلات هستند. کسانی هستند که الله و رسول تکفیر کرده را تکفیر نمی کنند و اهل سنت و الجماعت را که الله و رسول تکفیر کرده را تکفیر میکنند خوارج می نامند و منحرف می شمارند و گمراه می دانند. در نزد اینها شاید از نظر بعضی اینها از نظر ایمان کاملا مرجع را میگند، بعضی از اینها خودشون را سلفی نمود میکنند و در بیان ایمان و کفر بیان اهل سنت را میگویند، اما در تطبیق انا همون مذهب غلات مرجعه را که مذهب جهم ابن صفوان یا مذهب جاحظ یا که مذهب استاد جاحظ ثمامه یا که مذهب داود ابن جرجیس که در زمان محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن عبدالوهاب همیشه در مناقشه بود و مشرک را عذر میداد، انا همون مذهب را اینها دوباره به نامی یا میدونم سلف است یا به نام اهل سنت است اینها زنده میکنند. بدونید که اینها از اهل سنت نیستند، اینها سلفی نیستند. سلف اینها او علمای سلف صالح نیست. سلف این چنین انسان هایی که جهل را عذر میدانند، تقلید و تعویل و این چیزها را ما گفته شدیم که در مسئله ظاهری عقیدوی شرک اکبر و کفر اکبر، نه در همه مسئله که ما گفتیم این مسائل به دو قسم تقسیم می شود و در این مسئله صحبت های زیاد داریم. مسائل ظاهر است و خفی هست، شرک اکبر ظاهر است و خفی هست. بالعموم اینها در مسائل ظاهر، مثلا در سجده کردن به غیر الله، در طواف به غیر الله، ذبح به غیر الله و غیر از شرکیات و کفریات، جهل را عذر می دانند و آنها را مسلمان می شمارند. که سلف اینها کی است؟ جهم ابن صفوان است و بهترینش جاحظ است و اینها را علما جاحظی می گویند. و در زمان محمد ابن عبدالوهاب علمای اینها کی بود؟ داود ابن جرجیس نقشبندی عراقی که خود را البته که اهل سنت می گفت و در همین باب با اهل سنت و الجماعت مخالفت داشت. پس مرجعه ها چی میکنند؟ به جانب این کار تکفیر میروند و الله و رسول تکفیر کرده را تکفیر نمی کنند. خوارج ها الله و رسول تکفیر کرده را بر ذمش زیادتی میکنند و کسایی که الله و رسول تکفیر نکرده است تکفیر میکنند. ما اهل سنت و الجماعت در وسط هستیم. الله و رسول تکفیر کرده را تکفیر میکنیم و نکرده را نمیکنیم، اما این مسئله را اکنون بیان میکنیم. اکنون سخنی ابو عبیدالله متوکل را جوابش را در همین جا می دهیم که ما به ظاهر انسان ها نظر میکنیم. ظاهر انسان اگر اسلام باشد، یک منطقه خودشان را مسلمان اعلان بکنند، ما این منطقه را به دعوای کرده اشان عموم مسلمان میگوییم. وقتی که از این منطقه علامت های اسلام دیدیم، به مانند این که نماز خواندند یا به مانند این که دیگر از عمل های اسلامی را کردند، ما اینها را مسلمان میگیم. به ظاهر ما حکم میکنیم. وقتی که اسلام را دعوا کردند و نماز خواندند، ما از حقیقت اینها با خبر نیستیم، ظاهرشون را اسلام دیدیم، ظاهرا حکم اسلام میکنیم. اما یک منطقه را که ما ببینیم که ظاهرا مثلا اسلام دارند، ما حکم اسلام کردیم، اما یک انسان معین را دیدیم که ظاهری شرک را آورد، ظاهرا شرک را آورد، خود را مسلمان میگوید، نماز میخواند، کلمه شهادتین را میگوید، اما سجده به غیر الله میکنیم. ما میگیم که این مشرک شد، این آدم معین مشرک است، به خاطر اینکه او دعوایی که اسلام میکرد ظاهرش که اسلام بود، به ظاهری
شکننده اسلامش که شرک است شکست و ظاهر اسلامش نابود شد. زیرا برای چی؟ زیرا یک قاعده سلفی و یک قاعده علمی که به اجماع ثابت شده است وجود دارد که الشرك التوحید و الشرك نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. شرک و توحید، یا که توحید و شرک، یا که بگوید ایمان و کفر اکبر، اینها نقیض است به هم دیگر که در یک حالت در یک جا هر دویش جمع شدنش ناممکن است. وقتی که اسلام صحیح حقیقی آمد شرک و کفر باید نابود بشود. وقتی که شرک و کفر آمد اسلام باید نابود بشود. پس سوال اینجاست که ما مردم تاجیک را چی حکم میکنیم؟ او مردمی که دعوای مسلمانی دارند ما اینها را مسلمان میدانیم و اون انسان های میبینیم که علامت های اسلامی دارند، به مانند اینکه نماز میخوانند، حج میروند و روزه به مسجد ها میروند، از علامت ظاهریشون ما اینها را چی میکنیم؟ مسلمان میدانیم و به اینها معامله مسلمانی میکنیم و حق مسلمانی را به جا میآوریم. سوال دوم میشود که اگر این مشرک باشد چی؟ شاید این کسی که تو مسلمان میگویی شاید این مشرک شاید باشد. بله شاید مشرک باشد، اما ما به گمان و به شبهه کسی را حکم به کفر نمی کنیم و کسی را تکفیر معین نمی کنیم. ما بالعموم میگوییم، عموما میگوییم که هر کسی که شرک اکبر را کرد، هر کسی که جاهل از توحید است مشرک است و کافر است. و تا همان زمانی که همین حکم، همین جهل و همین واقع شدن به شرک اکبر در بالای یک سری انسان معین ثابت نشود و ما نبینیم و یقین نکنیم، کسی را حکمی عین نمی کنیم. بله ما وقتی که میگوییم که ما در شرک اکبر جهل را عذر نمیدونیم، معنایش این نیست که ما همه را بالعموم میگوییم که تکفیر معین یا بالعموم تکفیر میکنیم، میگیم همه تاجیکستان مثلا، همه افغانستان، همه فلان منطقه کافر است. نه، ما بالعموم میگیم که کسی که به شرک اکبر واقع شد کافر است. و وقتی که به ما ثابت شد که یک انسان رو به چشممون دیدیم که مثلا زید من الناس، یک زید از مردم، یک انسانی به چشمم دیدم که به قبر میره و دو سجده میکند، بله ثابت شد این کافر مشرک است. اما کسی که ظاهرش اسلام است او حکمش اسلام است، اما نه اسلام حقیقی، اسلام حکمی، اسلامی که در این دنیا ما همچون مسلمان معامله میکنیم در مسئله میراث، در مسئله سلام، نکاح و جنازه و غیره، اما در روز قیامت الله اعلم بسرائره، الله پنهانی او را و الله او را کی بودنش را میداند. اگر در حقیقت باطنش مثل ظاهرش باشد، البته که او در روز قیامت انشاءالله که به خواست الله جنت می رود، کسی که مسلمان باطن ظاهر باشد. اما کسی که ظاهرش مسلمان باشد، ما در این دنیا معامله مسلمانی کردیم اما باطنش کفر باشد، او در روز قیامت البته فی الدرک الاسفل من النار با همراهی منافقین است، در پایانترین چقورترین منطقه دوزخ است. انا این است منهج اهل سنت و الجماعت که این را میگویند یک قاعده اصولی مجمع علیه هم هست که این نحکم بالظواهر والله یتولی السرائر، ما حکم میکنیم به ظاهر انسان ها و الله به درون انسان ها، پنهانی اونها خودش آگاه است. و بر این قاعده سلفی البته که حجت های زیاد است و این قاعده از هوا آمده است، بلکه این قاعده رو بعضی ها حدیث میگویند، البته مزنی ضعیف گفتند و بعضی امام شوکانی و غیره این شواهد میآورند و این رو قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند. بالاخره ما حدیث ها و آیات ها رو در این بابمون میآوریم. البته این منهج ما مخالف منهجی هم خوارجی غلات است و هم مرجئه جفات است. خوارج ها به ظاهر حکم نمی کنند، بلکه همه را کسایی که ظاهرشان مسلمان است، نماز می خواند، علامت های اسلامی دارد، اونها را هم خوارج ها تکفیر می کنند، زیرا خوارج ها تکفیر بالعموم دارد.
حاکم اگر کافر باشد همه انسانایی که در اینجا زندگی میکنن کافرند، یا که همه انسان ها امروز جاهلند همشون کافرند، علامت اسلام اینها رو قبول نمی کند. این منهجی غلط است، به ظاهر حکم نکردند. و این چنین کی ها؟ مرجئه ها به ظاهر حکم نکردند. در مسئله ایمان به ظاهر حکم کردند و غلو کردند و ایمان را به ظاهر ثابت کردند. حتی باز میبینیم که مرجئه غلات ایمان را هم به ظاهر ثابت نکردند، بلکه فقط به قلب ایمان را ثابت کردند. ایمان را به قلب ثابت کردند. و اما نابود شدن ایمان را، شکستن ایمان را فقط باز به علم و به قلب ثابت کردند، یا به قصد کفر، یعنی به علم. شما اگر دانید که این کفر است، اگر بعد از دانستن انجام بدهید بعد کافر میشید. علم گفتن یکی از شروط های تکفیر رو خودشون زیاده کردند، گفتند القصد فی الکفر. البته منهج اهل سنت شروط تکفیر دارند که در اینجا قصد الفعل میگن. قصد فعل و قصد کفر از همدیگر فرق دارد. قصد فعل، یک آدم جاهل باشد هم یک عمل رو قصد کرده کند کافر است، اگرچه حکم عمل رو نداند که این شرک است یا کفر است یا ایمان است. اما یک انسان از نظر این مرجئه اگر تا زمانی که کفر بودنش را دانسته قصد کرده نکند کفر نمیشد. پس اینها از همین جهت مذهبی مرجئه شدند که ایمان را و کفر را فقط به قلب و به علم نسبت دادند، نه به ظاهر. ببینید، بارک الله فیکم. پس هم خوارج ها و هم مرجئه ها در این باب غلط کردند، گمراه شدند. مذهب اهل سنت و جماعت وسط است، به ظاهر می نگرد. و این قاعده را ما حالا اثبات میکنیم و میگوییم، بار دیگر تکرار میکنیم که ما یک منطقه را بالعموم تکفیر نمیکنیم. ما وقتی که میگوییم که کسی که شرک اکبر را میکند مشرک است، این عموم است. و یک کسی معین را وقتی که به چشم دیدیم بعد حکم میکنیم. اما به چشم ندیده هر کس را به گمان و به شبهه تکفیر نمیکنیم. در نزد ما تا زمانی که یقین نشود، ثابت نشود، حکم نمیکنیم. از همین جهت شروط تکفیری معین در نزد ما وجود دارد که 3 هست. باید انیق دانیم که همون عملی که انسان کرده ایستاده است شرک اکبر است. یقینا دانیم که همون عمل شرک است یا کفر اکبر است. در شرک و کفر بودن همون عمل شبهه نداشته باشیم، بلکه یقین دانیم، حجت کنیم که همون عمل شرک و کفر است. مثلا سجده کردن به غیر الله، همه میدونن یقینا که این شرک است و کفر است. و کسی که به همون عمل رو میکند انیق دانیم که به اختیارش کرده است و اکراه نشده است، زیرا که یگانه عذری که در باب شرک اکبر و کفر اکبر هست این اکراه است، یا همون چیزی که به معنای اکراه می آید که ما شرح این را در رد مبشر مسلمیان گفته ایم، حاجت به تکرار نیست. و باید انیق بدانیم که این انسان همون عمل را انجام داد یا نداد، یعنی دیدیم یا ندیدیم. در حالتی که دیدیم که یک آدم به اختیار خودش شرک را انجام داده ایستاده است، اما شرک را عبادت میداند یا به سبب تقلید یا به سبب جهل، این از نظر ما چی شد؟ شروط التکفیر، موانع التکفیر به وجود آمد و این مشرک است و کافر است. اگر در حقیقت این انسان جهلش معتبر باشد، جهل شرعی غیر متمکن باشد، در این حالت ما میگوییم که تکفیر اسم است. ما به این اسم رو میدیم زیرا که کسی که به شرک واقع شد اسم شرک به وی واقع می شود. خیلی شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن هر چیزی که به وجود می آید از وصف هست، فعلا به وجود می آید یا وصفا به وجود می آید، باید اسم داشته باشد. مثلا کسی که حیات دارد، پس به او اسمی چی داده میشد؟ زنده. او زنده است. کسی که به شهادت رسید به او شهید گفته می شود. کسی که زنا کرد، زناکار، یعنی زنا کرد گفته می شود. زناکار گفته می شود. و این چنین کسی که شرک را کرد اسم را می گیرد که مشرک گفته می شود. و در این مسئله یگانه وقتی که اسم را نمی گیرد این اکراه هست که از او می بردارد، اما جهل نیست. خیلی که ما در این مسئله آیات ها و حدیث ها را ذکر کردیم. و این قاعده اهل سنت و الجماعت بود و این یکی از اصول اهل سنت و الجماعت است که به ظاهر حکم میکنیم. کسی که ظاهر رو اسلام نشون داد، علامت اسلامی رو دیدیم، حکمش اسلام است. کسی که
کفر اکبر و شرک اکبر رو به ما ظاهرا نشان داد بدون اکراه، به اختیار، به سبب جهل است یا تقلید که همه کفر اکبر و اکثر کفر اکبر و همه شرک در حالت جهل و تقلید به وجود می آید، ما این رو به ظاهر شرک میکنیم و کفر میگوییم. اما تکفیر اسم و تکفیر معذب یا که تکفیر اسم و تکفیر عقوبت رو ما فرق میگذاریم. ما این رو فقط کفر میگوییم، اما در مسئله خونش، مالش، جهنمی بودنش ما به این توقف میکنیم تا حجت رسانیدن. و حجت رسانیدن هم آقای بزرگوار خیلی که شاید بدانید و طالب علم ها شاید بدانند که حجت العام است، تبلیغ عام است، که این رسیدن قرآن و سنت است. وقتی که قرآن و سنت رسید به زبان خودش ترجمه هست، این انسان بعد از این با شرک رو کرد، این جهنمی می شود. اما در حالت حلال کردن خونش و مالش حجت خاص ضرور است. به حجت عام به وجود به سبب فقط قرآن و سنت رسیدن خون و مال کسی یک باره حلال گفته نمی شود. قرآن و سنت رسیده باشد هم او انسان اگر بمیرد جهنمی شود هم در این دنیا خون مالش حرام است. خون مال این انسان مشرک کی حلال می شود؟ زمانی که حجتی خاص به او رسد. حجتی خاص به این معنا که او را به توبه دعوت کرده شود، استتوبه کننده شود. اگر 3 روز وقت داده می شود توبه نکنه، سرش زده می شود و در بعد از این مسئله مالش دیده می شود. این مسائل به نهایت نازک است. ما را متهم میکنند که شما خون مالش را حلال گفتید، این و آن. ما میگیم که شما در این مسئله نفهمیدید و جهل به شما غلبه کرد که حالا نفهمیدید که خون مال مسئله دیگه است. این تکفیر عقوبت است که این البته شرطی به وجود آمدنش حجت خاص است و تکفیر جهنمی بودنش این حجت عام است که باید قرآن و سنت به او رسیده باشد. اما کسی که به او نرسیده است و جاهل مانده و رفع امکان ندارد و شرک را میکند و خود را مسلمان میگوید، این مشرک، اسماً مشرک است. اما در روز قیامت اگر حقیقتاً شرعاً جهلش معتبر باشد امتحان کرده می شود و خون مالش حرام است. بارک الله فیکم. پس ما کسی را که مسلمان بگوییم اگر کافر باشد چی؟ ما وظیفه کفت و کاف، جاسوسی، از عقب کسی دویده گشتن، او را به دوربین خانه اش را کفت و کاف کردن نداریم. این کودک بازی ها را اسلام انکار میکند. ما ظاهر را دیدیم که اسلام است، به او مسلمانی حکم میکنیم. شاید او در خانه اش یگان شرک را انجام بدهد، شاید او در حالتی که ما ندیدیم شرک اکبر را به وجود آورده باشد. با وجود گمان شاید ما حکم نمیکنیم و سخنهای علما رو میوریم. سخن ابن محمد ابن عبدالوهاب رو من به شما به این مسئله ذکر میکنم که ما میگن تکفیر نمیکنیم به گمان، بالظنون. بله گمان هست که شاید این آدمی که به من اسلام رو نشون داده است شاید مشرک باشد، لیکن شاید مشرک باشد از سبب اینکه منطقه جاهل است این سبب نمی شود که من مشرک بگویم تا به چشمم نبینم. یقین ما شروط رو بیان کردیم، انا همین است. و این چنین در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر چشم که دیدیم این چه است؟ شرک اکبر رو کرده است، این مشرک است. حالا بیاید ما این سخنمون رو، این بگویم قاعده سلفی رو از سخنهای علما و آیاتهای قرآن و حدیث ها جواب بدهیم. بارک الله فیکم. اولا امام شاطبی رحمه الله اهمیت این اصل بزرگ رو و خطر ترک این اصل رو بیان میکنند. کدام اصل رو؟ به ظاهر حکم کردن به اسلام کسی و به کفر کسی. میگویند که این اصل الحکم این اصل الحکم بالظاهر مقطوع به فی الاحکام خصوصا. همانا که اصل حکم به ظاهر مقطوع هست به وی در احکام خصوصا. یعنی اصل حکم به ظاهر است، مقطوع است این مسئله، یعنی به گمان و نه این انیق مقطوع است. در احکام، خصوصا در احکام. ما مسئله تکفیر این رو احکام میگیم یا نمیگیم؟ برای کتاب های تکفیر رو نظر کنید، علما میگن اسماء و احکام. البته که در این مسئله ظاهر رو میبینیم. و بالنسبه الى الاعتقاد فی الغیر عموما، و این چنین در مسئله های اعتقاد و در غیر مسائل عموما. البته احکام رو شما میتوانید بگویید که احکام فقهی من باب جنایات و غیره و غیره
ظاهر رو نظر میکنیم و در مسائل اعتقادی هم، در مسائل اعتقادی غیر هم به ظاهر نظر میکنیم. و بالنسبه الى اعتقاد فی الغیر عموما به همه، به اعتقاد غیر که این آدم ظاهرش اسلام است یا ظاهرش کفر است، همچنین معامله میکنیم. فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجرى الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم. همین سید البشر محمد صلی الله علیه و سلم با وجود این که وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و می دانستند، منافق ها رو می شناختند و می دانستند، اما به ظاهر منافقین حکم کردند و به اونها مسلمان حکمی دادند، حکم مسلمان دادند، یعنی به اونها احکام مسلمانی رو در این دنیا جاری کردند و پیامبر می دانستند که اینها کافر هستند و اینها فی الدرک الاسفل من النار هستند. لیکن چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر ظاهر نکردند؟ زیرا که منافقین ظاهرا کفر شرک اکبر رو نکردند، کفر اونها در قلب بود. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر ظاهر نکردند، زیرا که این باب رو محکم کردند، گرچند که میدونستند، به واسطه وحی میدونستند. همه که ندیده بود، این یک امام شاطبی در دوام سخن میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر تکفیر میکردند که دیگر مسلمان ها کفر آنها رو ندیده است، یک باب و یک دروازه مشکلی سخت باز میشد به باقی مانده از امتشان امروز. از همین جهت این دروازه تکفیر کردن به پنهانی انسان، تکفیر کردن به گمان یا تکفیر کردن به مسائل باطنی را الله و رسولش 100% محکم کردند. هیچ کس تکفیر کردن نمیتواند تا زمانی که انیق و یقین ببیند. ما وقتی که میبینیم مشرکین رو یقینا فهمیدیم مشرک است، یا فهمیدیم یا دیدیم. بارك الله فيكم. فالعلة أمر آخر لا إلا الذكر ميكا، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب. يعني اگر ما میگن دروازه حکم کردن به غیر ظاهر به باطن رو به درون رو میکشودند، این ترتیب ظاهر رو ویران میکرد و مسئله رو به نهایت بی‌زیب میکرد. از همین جهت ترتیب وجود دارد. ترتیب همین است که ما به ظاهر نظر میکنیم. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یک حالت به وجود آمد، ظاهرا به خودشون پیامبر صلی الله علیه و سلم به بالاشون حکم و به پیامبر صلی الله علیه و سلم شاهد ضرور شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من یشهد لی، به من کی شهادت میتید؟ که خزیمه ابن ثابت شهادت داد که شهادتش رو الله شهادت 2 نفر گفت. حتی در مسئله پیامبر ببینید. بارک الله فیکم. این یک مسئله ظاهر است و دلالت این قاعده اهل سنت و الجماعت و بگویم حجتش از قرآن است. نظر بکنید به سوره نساء آیه 97. الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا. ای اونهایی که ایمان آوردید، زمانی که سفر میکنید در راه الله، اذا ضربتم في سبيل فتبينوا ولا تقولوا، شما تبیین کنید، فهمید در حالتی که ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، زمانی که کسی به شما بیاید و بگوید که السلام علیکم، یعنی خودش رو یک علامت اسلامش رو به شما نشون بدهد، شما یک بار نگوید که تو مؤمن نیستی، تو کافر هستی. فتبینوا، باید تبیین کنید، انیق فهمید. بله علامت اسلام از زمان فرق میکند. مثلا امروز یک روز ریش گذاشتن علامت اسلام بود. ما یک بار یک انسانی ریش گذار رو علامت اسلامش رو میدونیم و مسلمان میدونستیم. اما امروز در اروپا علامت اسلام چی شده است؟ بگویم علامت انسان ها چی رو به خود یک هنر گرفتن یا یک شکل گذاشتند؟ ریش گذاری رو. امروز کافرهایی که در اروپا میبینید، کافرهای اصلی ریش رو مثل مسلمان ها میگذارن، مثل اهل سنت در جماعت میگذارن. باور بکنید، کسایی که در اروپا هستن میدونند. و بعضی حالات در حیرت میمونید که این مسلمان است یا کافر است، زیرا که هم ریشش مثل مسلمان است، هم شیمش بگویم همون ازارش مثل مسلمان ها. امروز اینچنین در بین کفار اصلی یک بگویم نمونه اونها، یک ماده دیگری اونها چی شده است؟ همون ازارشون رو کوتاه میکنند، اسبال نمیکنند. همون سنتی که پیامبر امر کرده بودند به مسلمان ها، کافرها همچنین میپوشند. این نمونه
امروز در بین دولت‌های کفار در امریکا و در روسیه هم بسیار دیده می‌شود. از همین جهت امروز ما به این نمودی ظاهری یک کس را مسلمان یا که کافر گفته نمیتونیم در دولت‌های کفار اصلی. البته در دولت‌های مسلمان حکم کرده میشود. من در دولت‌های کفار اصلی گفته استم، زیرا که علامت مختلط بین شد مسلمان کافر شد. از همین جهت در این آیت هم بینید علامت خاصی مسلمان ها را الله گفته است، زیرا که مشرکان السلام علیکم نمی گفتند. کسی که السلام علیکم می گفت گویا که خودش را مسلمان گفته است. اگرچه مشرک باشد هم شما ندیدید، شما علامت اسلامش را دیدید، پس شما به این همچون مسلمان معامله کنید و انیقیش را فتبینوا، ببینید که این چی و کی است. اگر در این شرک اکبر و کفر اکبر و شکننده را دیدید، البته که حکم میکنید که این کفر است. این آیا سخن من است؟ نه، این سخن علما است که حالا به شما میگم. الشوکانی رحمه الله میگه والمراد هنا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام ای السلام علیکم فقال السلام علیکم. در دوام سخنش میاد السلام علیکم گفت لست مؤمنا، یا کسی که شما بگفت که السلام علیکم مؤمن تو و کافر نگو، مؤمن نیستی نگو. والمراد نهي المسلمين أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على الإسلام ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعوذا وتقيا. این مراد همین است که میگن یک کافر وقتی که علامت اسلام آورده و به شما خودش مسلمان نشان داد، یک باره شما نگویید که یعنی خودش تسلیم کرد و خودش اسلام مسلمان بودنش نشان داد و خودش به شما تسلیم کرد، شما اینا یک بار نگویید که این به خاطری یگان دنیوی کرد یا که به خاطری ترس کرد و یک بار اینا به قتل رسانید و اینا کفر گید. نه، بلکه شما اینا حقیقتش باید فهمید. یک بار حق ندارید. این آیت حجتی قاطع هست بر ضد خوارج ها که ظاهر را به اینابت نمیگیرند و هر کس را که علامت اسلام دارد، حتی نماز خونده ایستاده را در زیر چشمشون نماز خونده ایستاده است، یک عمل کفری را شرکی را ندیدن تکفیر میکنند و البته این مذهب خوارج است و این چنین علامت شرک را مرجع میبینند و تکفیر نمیکنند، ظاهر را عمل نمیکنند. از کجا ما سخن ظاهر را در مسئله کفر شرک گفتیم؟ امام مجددین محمد بن عبدالوهاب رحمه الله میگند که فالآیه تدل على انه یجب الکف عنه والتثبت. آیت دلالت میکند که کسی که علامت اسلامش رو به ما ایشان داد، علامت اسلامش ظاهر شد، به ما واجب است که از او از تکفیرش یا که قتلش دست کشیم و تثبت کنیم و حقیقتش رو فهمیم. فاذا تبین منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام قتل. اگر بعد از این که علامت اسلام را نشان داد ما حکم به اسلامش کردیم، مسلمان حکمی او مسلمان گفتیم و بعد از این مخالفت بر اسلامش را نشان داد، یعنی مخالف اسلامش چی را نشان داد؟ شکننده اسلام را، شرک اکبر یا کفر اکبر را مثلا نشان داد، قتل به این معنا که البته حجت رسانیده بعد کشته می شود. یک اکبر کشته نمی شود اما مشرک گفته می شود این مشرک است، بعد از این حجت رسانیده می شود که توبه کن، توبه نکرد کشته می شود و غیر و ذلک. و این مسئله البته تفصیلات در مسئله کشتنش این دیگر مسئله است که حجت به این بالای بحث ما نیست. لقول تعالی فتبینوا ولو كان لا يقتل اذا قال للتثبت معنا الا يقول. در اساس محل شاهدی که سخن محمد بن عبدالوهاب هست اینجا ببینید و ان من اظهر التوحید والاسلام وجب الكف عنه الى ان يتبين منه ما يناقض ذلك. انا این جواب ما به محمد به شیخ یا که به هر کسی که جهل رو عذر میدونند یا مذهبی اهل سنت و الجماعت رو که ظاهرا مشرک رو مشرک میگویند، این رو خوارج میگن. این جواب ما به سخن علما که شما از منهج سلف و علمای اهل سنت فرسخ دور هستید، شما به ظاهر حکم نمیکنید. ما میگوییم که هر کسی که اظهار توحید کرد و اسلام کرد، توحیدش رو نشون داد، یعنی ما مسلمانم گفت لا اله الا الله گفت یا علامت های اسلام یا نماز خونیش دیدیم و غیره و غیره، علامت حج دیدیم و غیره و غیره، یعنی علامت های اسلامش دیدیم، ما این مسلمان میگوییم و از این دست میکشیم، تکفیر نمیکنیم. اما زمانی که به ما آشکار شد که این انسان یک شکننده اسلامی رو به مانند شرک اکبر و کفر اکبر کرده است، چیکار میکنیم؟ گشته به این حکم میکنیم. اگر جاهل باشد، جهلش جهل شرعی باشد، تکفیر اسم، و اگر جهلش جهل شرعی نباشد، تکفیر عقوبت آخرت. اما عقوبت این دنیا از قتل و پول مالش رو حلال کردن به حجت خاصی که به استتابه تعلق دارد که 3 روز باید استتابه کرده شد.
و این چنین دلیل دومی ما بعد از این آیت. اما در مسئله ببینید به گمان آیا تکفیر کرده می شود یا نمی شود؟ به گمان مثلا ما میگیم که گمان هست که تاجیکستان همه اش جاهل است. غلبه گمان زن اکثر گمان همین است. به همین سبب گمان همش هر یک کسی که تاجیک است و هر یک کسی که این است و آن است تکفیر کرده می شود یا نمی شود؟ نمی شود. به گمان نمی شود. چرا؟ ببینید علما چی میگن در زیر همین آیات. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن چخیلی که در کتاب الرسائل اومده است و چخیلی که در کتاب الدرر السنه فی الحجه النجیه اومده است، میگن که من اظهر الاسلام وظنن انه اتى بناقض لا نكفره بالظن لأن اليقين لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه إنما نحكم باليقين. یعنی ببینید هر کسی که به ما اسلام رو ظاهر کرد و ما بعد از این گمان کردیم که این انسان به یگان شکننده اسلام واقع شد یا یگان شکننده اسلام رو مرتکب شد، به همین گمانی کرده امون این انسان اسلامش ظاهر بوده رو ما تکفیر نمیکنیم. از این دیده با سخن عادلتر ما با چی بیاریم به شما که ما رو متهم به خوارجی میکنید؟ مگر خوارج همین سخن رو میگه؟ خوارج هر روز ما رو تکفیر میکند که شما بالعموم تکفیر نمیکنید میگید. حالا شما خوارج رو هم نشناختید. ای علما بنام علما که حالا شرک کفر اسلام رو از هم دیگر جدا کرده نمیتونید. 50 سال به چی مشغول شدید؟ به مسائل فقهی مشغول شدید؟ به مسائل حدیث مشغول شدید و به سند حدیث مشغول شدید؟ شما اولا باید توحید و اولا باید اسلام و توحید رو از کفر و شرک جدا میکردید. این رو گذاشتید و به دیگر چیزهایی که مفضول است مشغول شدید. و بالاخره ما به گمان تکفیر نمی کنیم. برای چی؟ زیرا که یقین برداشته کرده نمی شود. یقین رو انکار کرده نمی شود به گمان. یک انسانی که یقینا اسلامش ظاهر است در نزد ما، به گمانی که ما نسبت او داریم که شاید جاهل است تکفیر کرده نمی توانیم. ما باید یقینا بدانیم که او کی است. و این چنین ما تکفیر نمی کنیم کسی رو که من لا نعرف منه الكفر، کسی رو که از او کفر اکبر و شرک اکبر رو ندیدیم، نفهمیدیم و نشناختیم. بسبب ناقض ذکر عنه، به سبب یک ناقضی که یک کسی دیگر از اون نقل کرد در حالتی که ما تحقیق نکردیم. این سخن محمد بن عبدالوهاب است. یعنی اگر به من یک آدم بیاد و بگوید که فلان انسان کفر اکبر رو کرد، یک آدم موحدی که من میشناختم، یک آدم مسلمان برادرم رو که میدونستم که او برادر من است، موحد است، مسلمان است، یقین کرده بودم که مسلمان است، من علامت اسلام و عملهای اسلامیش رو دیده بودم، به من کسی خبر آورد که او شرک اکبر رو کرد، من به خبری او آورده تا یقین نکنم، تا تحقیق نکنم تکفیر نمیکنم. من به گمانم تکفیر نمیکنم، من بالعموم تکفیر نمیکنم. ما باید یک کسی معین رو وقتی که تکفیر میکنیم باید البته که حجت داشته باشه. کسایی که دعوای مسلمانی دارن در تاجیکستان ما اینها رو مسلمان میگیم. البته کسایی که از اهل سنت و جماعت هستند و به کفرهای صریح واقع نشدند و یا جماعت‌های نباشند که خود را مسلمان بگویند و بعد از این چی گویند اسماعیلیه تاجیکستان، ما اینها رو مسلمان نمیگیم. این مسئله خود شیخ هم میدونند. یا کسایی که ملحد هستند و مجوس هستند اینها خودشون مسلمان گویند، اینها قبول نیستند. اما کسایی که مسلمان میگند و از مجوس و از این طایفه های دیگری کفری نیستند که اکثر تاجیکستان خودشون رو اهل سنت و جماعت میگن، مسلمان هستند، عامی هستند، اینها رو ما مسلمان میگیم. وقتی که بچه شما کفر شرک اونها رو دیدیم ما اینها رو میگیم که تو کافر هستی. اما بالعموم میگوییم که هر کسی که به شرک اکبر کفر اکبر میکند واقع میشد کافر است، تا که این مردم اگر به همون چیز واقع شده باشند در پنهانیشون که ما نمیدونیم توبه کنند و به سوی الله بازگردند. ابن حزم ابو محمد ابن حزم در کتاب محل ذکر میکنه، میگن که والناس كلهم محمولون على الاسلام حتى يصح من احد منهم کفر. همه مردم که خودشون به اسلام نسبت میدهند حمل میکنیم به اسلام، اینها مسلمان میگیم. هر یک منطقه که منطقه مسلمانشین است و خودشون این منطقه مسلمان میگویند، ما اینها حکم اسلام میدیم و مسلمان میگیم. تا زمانی که در اینها یگان کفر رو حقیقتا کفری که حقیقی هست و یقین است دیدیم که در بالای این کفر واقع شدند،
شرک اکبر یا کفر اکبر، بعد از این تکفیر میکنیم. انا این است منهج اهل سنت و الجماعت. و ما از همین جهت همه تاجیکستان رو تکفیر نمیکنیم. اما شما گفتید که تاجیکا به استغاثه غیر الله مشغولند. این عموم شما گفته ایستادید. ما در عموم میگوییم که هر کسی که به استغاثه غیر الله مشغول باشد کافر است، مشرک است. اما یک آدم معین رو من تا به چشمم نبینم او رو حکم معینی تکفیر نمیکنم. و این منهج در نزد اهل سنت و الجماعت به اجماع ثابت است و مشهور معروف است. و اون کسایی که ما تعلیم میدهیم از برادران ما هستند، این منهج رو از ما آموختند. ما میگوییم که بدانید که هر کسی که شرک اکبر رو میکند مشرک است. تو همین رو شرک اکبر رو میکردی اعتقاد کن که مشرک است، توبه کن و ترکش کن. و تکفیر یک کسی معین رو میکرده باشی به گمان ندانسته تکفیر نکن. دیدی به چشمت بعد تکفیر به تو واجب است که تکفیر بکنی. تکفیر نفی اسم این از رکن توحید است که اسمان بگویی که بله این مشرک است، زیرا که اسلام و شرک در یک جا جمع نمی شود. کسی که اسلام و شرک رو در یک جا جمع می شود میگوید سبحان الله. به سخن شیخ الاسلام و دیگر از علمای اهل سنت به اجماع سلف این خلاف برآمده و مشرک است، زیرا که اجماع را امام شافعی و مروزی از سلف این امت نقل میکنند، احمد ابن حنبل، مزنی و دیگر از علما. بارک الله فیکم. و ابن جریر الطبری در کتاب التفسیر فی معالم الدین. پس انا همین است عقیده ما درباره تاجیکستان، آدم‌هایی که تاجیکستان هستند و غیره، منطقه‌ای که به نام مسلمان نشین که امروز حکومتش حکومت کفری دارالکفر است، اما منطقه مسلمان است. بارک الله فیکم. اما در مسئله کسایی که به انتخابات میروند، ابو عبیدالله مسئله انتخابات را در سوال اول مثال آوردن که تاجیکایی که به انتخابات میروند حکم اینها چیست. آقای بزرگوار، شما باید منهج اهل سنت و الجماعت را و علما را در همین مسئله خوب گفتگو بکنید و تحقیق کنید. البته امیدوارم که ان شاء الله حق را در این مسئله پیدا میکنید. مسئله انتخابات مسئله که در قرآن ظاهر نآمده است، مثل که سجده کردن به غیر الله، واسطه گرفتن، ذبح و طواف و اینها آمده است. مسئله انتخابات در قرآن ظاهر نآمده است، در سنت هم ظاهر نآمده است. مسئله انتخابات مسئله نو پیدا شده، البته مناطش باز میگردد به مسئله حکم به سوره نساء آیه 60 و 65. مناط تکفیرش به دیگر مسئله حکم باز میگردد، مناط تکفیرش به خودش باز نمیگردد. یا که در مسئله ارباب گرفتن به سوره به خود ارباب گرفتن به سوره اطاعت کردن میرود که این چی است؟ به سوره نساء به سوره توبه 31 میرود. مناطش که یهود به خودشون ارباب گرفته بودند که حدیث عدی بن حاتم الطائی روایت امام مسلم به این دلالت میکند که اطاعت کردند و به خود راب گرفتند. و این مسئله که ظاهر در قرآن و سنت ذکر نشد، در زمان سلف نبود، و این مسئله انتخابات که در بین امت اسلام در همین قرن 20 آخری قرن 20 یا مابین قرن 20 و 21 منتشر شد، این مسئله خفی است. چی برسد بسیاری از علما در این مسئله اجتهاد کردند و خطا کردند و با فتواهای غلط دادند و جایز گفتند. از همین جهت در مسئله انتخابات ما تفصیلات داریم. اولا میگویم که مسئله سجده کردن به غیر الله، مسئله حکم کردن به حکم غیر الله و مسئله تشریع و در مسئله تحکم و در مسئله بگویم اراده آشکار کفر و در مسئله طواف و این بگویم سجده کردن به غیر الله سبحانه و تعالی به مخلوقین، اینها شرک های ظاهر است که در قرآن آشکار ذکر شده و در سنت ذکر شده. و تکفیر در این مسئله بگویم تطبیقا از اجماع صحابگان تا امروز وجود دارد که ما در حلقه های دیگر در صحبت های دیگر شاید ذکر بکنیم. من در نظرم اجماع های بین از زیاد از صحابگان و از تابعین و تبع تابعین است، زیاد از 40 اجماع رو علما نقل کردند. اما مسئله انتخابات که نو پیدا شده، در این مسئله این رو میگند علما خفی، مسئله ظاهر، شرک اکبری ظاهر، کفر اکبری ظاهر و شرک اکبری خفی و شرک اکبری چی است؟ کفر اکبری خفی است. نه در حق مردم، خودی مسئله رو ما میگیم. و البته من فکر میکنم که از سخنهای مبشر مسلمیان فهمیدم و شاید شما هم در همون مذهب باشید که شما شاید مسئله خفی رو نسبت مردم حکم بدید، نه نسبت مسئله. و در همین مسئله همون کسایی که جهل رو عذر میدونند و مرجئه شده اند، غلات مرجئه رفته اند، عذری ها مسئله خفی رو هم خطا میفهمند. اینها فکر میکنن که خودی مسئله خفی بودنش و نبودنش مهم نیست. مردم وقتی که جاهل موندن پس مسئله خفی است میگن. از همین جهت سجده کردن به غیر الله هم در نزد اینها خفی حساب میشود، اما این باطل است. مردم گرچند که جاهلند
اما خودی مسئله ظاهر است، زیرا که این مسئله که سجده کردن به غیر الله سبحانه و تعالی، این هم به فطرت، هم به میثاق، هم به عقل، هم به میثاق، هم آیات های میثاق رو ببینید، هم فطرت رو ببینید و هم عقل رو ببینید و بعد از این قرآن و سنت رو ببینید، اجماع رو ببینید و اقوال علما رو ببینید، ثابت است. اما بعضی از مسئله ها این چنین نیست. از همین جهت علمای اهل سنت در جماعت به مانند علی بن خدیر الخدیر، به مانند احمد بن حمود الخالدی، به مانند احمد بن حمود العقل الشعیبی، حمود بن عقل الشعیبی، استاد فوزان، استاد علی بن خدیر الخدیر و بارک الله فیکم ناصر الفهد یا که سلیمان علوانی که بینهایت در مسئله حکم شدید میگیرند و تکفیر میکنند، در مسائل حکم بینهایت قوی هستند، در مسئله انتخابات میگن که این مسائل خفی است، تکفیر نمیکنند به این معنا که جهل رو در این مسئله عذر میدانند. حالا ما تفصیل رو ذکر میکنیم. از همه علمای مشهورترین امت رو نظر بکنید، کسایی که خطا نفهمیدن مسئله انتخابات رو گفتند که انتخابات شرک اکبر است اما خفی است. از همین جهت عالم و طالب علم و کسایی که میفهمند و میدانند و دیده دانسته میروند انتخاب میکنند مشرکند. هر کسی که خفه میشود، راضی است، خرسند میشود، چیزی میشود، مشرک است. ولا نخاف ذلك لومة لائم. ملامت کننده ملامت ها رو ما پروا نداریم. و کسایی که میفهمند و با خودشون رو به نافهمی میزنند، یا کسایی که به مذهبی یک عالم چی میکنند، به نهایت متعصب شدند و فقط به مذهب میرند و بعد از حق فهمیدن هم انکار میکنند، اینها مشرک میشن در انتخابات. ما اگر ببینیم این چنین انسان‌هایی که همچنین هستند و رفتند به انتخابات، مشرک هستند. اما انسان‌هایی که اونها در مسئله انتخابات نفهمیدند و فقط سخن علمای فهمیدند که خطا کردند و انتخابات رو در بعض جایها ممکن گفتند و رفتند و اونها حجت به اونها نرسید، استفاده کردن این اینترنت ها و کفت ها رو یا که نمیتوانند و غیره و غیره، در این مسائل جهل عذر است. چخیلی که شیخ علی بن خدیر الخدیر در این مسئله در کتاب طبقات بود، والله اعلم، طبقات الجهال ذکر میکنند. جاهل ها رو به 4 طبقه ذکر میکنند و ذکر میکنند، یا که تقسیم جاهل ها رو نظر بکنید و انتخابات رو خاص ذکر میکنند. پس مسئله انتخابات برادران و خواهران موحدان، مسئله شرک اکبری خفی هست و مسئله بگویم با مثال به خفی، پاسپورت گرفتنی، پاسپورت دولت های کفری در حالتی که قسم خورده میگیرید. مثلا امروز بسیار تاجیک‌ها به روسیه میرن، پاسپورت روسیه قسم خورده میگیرند. ما میگیم که این شرک اکبر است. چخیلی که علما میگویند، علمای اهل سنت در جماعت، علی بن خدیر الخدیر، ناصر الفهد و غیره، یا که بگیم سلیمان العلوان و همه علما میگن. اما این مسئله خفی است. یک اکبر یک آدم معین تکفیر کرده نمیشد، عموم گفته میشد که این شرک است، کسی که میکنن مشرک است. اما تکفیر معین البته شرایطش دیده میشد، شروط تکفیر، موانع تکفیر. جهل عذر است. البته جاهل معتبر کی است؟ ما گفته ایستادیم جاهل معتبر کی است. طبقات الجهال رو ما ذکر کردیم. یا که مسئله گرفتن محامی، بگویم ما به زبان روسی ادوکات میگیم، محامی، حمایت کننده در دولت های کفار، البته این هم از شرک است، اما این مسئله خفی هست. کسی که به خودش یک حمایت کننده ادوکاتی رو گرفته و به محکمه های طاغوتی اون رو ارسال کرده، در این مسئله البته اگر جهلش جهل شرعی باشد عذر است. یک بار حکم مانده نمی شود، گرچند که ما میگیم که این شرک اکبر است. این مثال به مسائلی چی بود؟ خفی بود. پس انتخابات هم از همین مسائل است. از همین جهت ما بالعموم تاجیک‌ها همه انتخابات رفتند، همه تو نام به نام خودش و به نام باباش، این چنین تکفیری وجود ندارد و به خاطر این همین بالعموم تاجیک‌ها رو از اول از حرف الف تا حرف یا تکفیر وجود ندارد. این مذهبی خیلی که باری دیگر میگم خوارج است که تکفیر به همین خاطر میکند. و این نازیکی ها رو امیدوارم که به سوال اول شما من جواب دادم. امیدوارم. البته ما برای ظاهر بودن حجت های زیاد داریم. قاعده اصولی رو ذکر کردیم که ما ظاهر رو قبول میکنیم، نحکم بالظاهری، و سخن های خواهد حدیث رو میریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه
عند الله. هر کسی که لا اله الا الله گوید و بعد از این کفر ورزد به من دون الله، یعنی غیر الله عبادتش ترک کند، بعد از این مسلمان می شود و خون مالش حرام می شود. روایت امام مسلم از ابی بلتع. پس حاتب بن بلتع این حدیث اصل فهمش توحید است. درباره این حدیث باید هم این ابو عبیدالله متوکل و هم مبشر مسلمیان و همه انسان های مسلمان باید فکر کنند که کدام وقت انسان مسلمان می شود. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه به ما آشکار و واضح و قاطع بیان کرد که حکم به ظاهر است و گفت فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، یا که فاخوانکم فی الدین، اگر توبه کنند، نماز خوانند، زکات بدهند. ظاهرا توبه کرد، شاید باطنش کفر باشد، منافق است شاید، لیکن ما ندیدیم. ظاهرا توبه کرد، کفر شرک ترک کرد و بعد از این نماز خواند، زکات داد. فاخواننا فی الدین، این اخوان ما، این برادر ما در دین است، زیرا که الله گفت که فاخوانکم فی الدین، این برادرش ما در دین است. ظاهرا احکام مسلمانش رو به جا میاریم، اما این مسلمانی حقیقی که جنت میرود، در این مسئله ما البته حکم کرده نمیتونیم، زیرا که مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی وجود دارد. مسلمان حقیقی حکم ظاهر و باطن است، مسلمان حکمی فقط حکم ظاهر است، تکفیر نیست، حکم ظاهر است که ما البته حکم ظاهر میکنیم. یا که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن، خیلی که روایت اومده است که پیامبر، حدیث امام مسلم است، امرت ان اقاتل الناس حتی اشهدوا ان لا اله الا الله، امر شدم از جانب الله که به مردم بجنگند تا که لا اله الا الله بگویند و محمد رسول الله بگویند و نماز بخوانند و زکات بدهند. فاذا فعلوا ذلك، اگر این کارها رو کردند، اونها خونشون، مالشون چی است؟ در امان است، الا بحق الاسلام، مگرم به حق اسلام، یعنی مگرم اینکه یگان حق اسلام رو ترک میکنند و بشکننده است داخل میشن و حسابهم علی الله، حساب اینها بر الله است. معنای حدیث این است که به ظاهر نظر میکنیم یک کسی که لا اله الا الله بگوید، نماز خواند، زکات بدهد، این مسلمان است، خون مالش حرام است، اما حق اسلام رو به جا نآورد، یعنی ترک کند نماز رو، زکات رو، یا که بگویم شرک، کفر اکبر رو انجام بدهد، این البته مشرک است، این کافر است. اما فقط ظاهرا مسلمان باشد، ما باطنی نه به الله میگذاریم، حساب این را الله میداند. حسابهم علی الله. ابن رجب حنبلی میگن که و اما فی الاخره فحسابه علی الله عز وجل، فان كان صادقا ادخله الله بذلك الجنه وان كان كاذبا فانه من جمله المنافقين في الدرك الاسفل من النار. حساب این انسان هایی که ظاهرش مسلمان است، ما حکم مسلمانی میکنیم، حساب این به الله است. در روز قیامت، در روز آخرت حساب این بر الله است. اگر این صادق باشد در ایمانش و در اسلامش، الله این رو به همین صادقیش به جنت میبرد. اما اگر این ظاهرا مسلمان باشد و باطنا دروغ باشد، این از جمله منافقین است و از پایانترین دوزخی است، فی الدرک الاسفل من النار است. حافظ در فتح میگه که ای امر سرائرهم و فيه دلیل على قبول الاعمال الظاهره والحكم بما يقتضيه الظاهر. سریره اینها، پنهانی اینها را حکمش الله میداند و این دلیل است میگه به قبول عملهای ظاهره و حکم کردن به آن چیزی که تقاضا میکنه، طلبات میکنه. ظاهرش اسلام بود، کفر شرک اکبر رو ندیدیم، مسلمان است. ظاهرش کفر شرک اکبر است، کافر است، زیرا که اسلام که شرک در یک جا جمع نمیشود. انا این است منهج علمی، منهج حقیقی و منهجی که موافق سلفین امت است. امام البغوی میگن که و فی الحديث دلیل على ان امور الناس في معامله بعضهم بعضا انما تجري على الظاهر من احوال دون باطنها وان من اظهر شعائر الدين اجرى عليه حكمه ولم يكشف عن باطن امره ولو وجد مختون فيما بين قتل غلف عزل عنهم في المدفن ولو وجد لقيتم في بلد المسلمين حكم باسلامه. سبحان الله. ببینید چقدر سخنهای زیبا. امام بغوی میگن که این حدیث دلالت میکند که امرهای انسانها در معامله کردن بعضیشون به بعضیشون رو جاری می شود به ظاهر است. ما چگونه معامله میکنیم به بعضیمون، به بعضیمون معامله کافری میکنیم یا معامله مسلمی میکنیم؟ کسی که ظاهرش مسلمان باشد معامله ظاهری میکنیم، کسی که ظاهرش کفر شرک اکبر باشد معامله کفری میکنیم. هر کسی که من اظهر شعار الدین، هر کسی که شعار دین رو جاری کرد، اجرى علیه حکمه، به این حکم جاری میشد. هر کسی که ولم یکشف عن باطنی امری، ما باطنی این رو نمیدونیم، پنهانی این رو نمیدونیم، ظاهرش رو دیدیم، حکم اسلام دادیم. در دوامش با یک مثال خوبی رو میگن، اگر یک مختون ختم نکرده شده در بین کشته شده ها یا به، ما این رو چیکار میکنیم؟ اینا میپیچونیم، میگویا که حکم اسلامش میدیم، همچون مسلمان گرونیده میشود، یعنی پیچونیده میشود، غلف پیچونیده، کفن کرده میشود و به یگان چیز پیچونیده گرونیده میشود.
ظاهرا دیدیم که مختون در بین مسلمان است، زیرا که مسلمان ها عادتا در جنگ، مختون ها در جنگ مسلمان هستند. میگن که ولو وجد لقیط فی بلد المسلمین حکم به اسلامی، اگر یک گمشده را در دولت اسلامی در شهرهای مسلمانی یابیم حکم اسلامش میکنیم. البته دولت اسلامی را شما از دارالاسلام دارالکفر فرق ندید، این مسئله بود دیگر میشود. اگر یک دارالاسلام باشد که این در دارالاسلام البته کافرهای ذمی هم وجود دارند یا که معاهد بعضشون اومدنشون ممکن است، مستأمن وجود دارند. در دولت اسلام مستأمن و ذمی وجود داشتنش ممکن است، مستأمن و ذمی. لیکن یک کودک رو یافتیم، یک انسان رو یافتیم، کودک است، این شاید فرزند کافر است لیکن ما وقتی که در دولت اسلام یافتیم حکم اسلامش میدیم. یا که یک مرده رو یافتیم که ختنه کرده شده است حکم اسلام رو میدیم. سبحان الله، انا این است حقیقتا که هم ضد خوارج است و هم ضد غلات مرجع است. و قصه اسامه بن زید در این مسئله ظاهر حکم کردن معروف است که بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سریة فسبحنا الحرقات من جهینه فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فتعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرت للنبي صلی الله علیه و یعنی یک مسلمان را اسامه بن زید دیدند، لا اله الا الله گوید هم کشتند و بعد از این به پیامبر صلی الله علیه و خبر دادند. پیامبر صلی الله علیه و گفتند که افلا شققت عن قلبی، پیامبر گفتند که چرا لا اله الا الله گفته باشد کشتی؟ او گفت که اسامه بن زید گفتند که یا رسول الله قالها خوفا من السلاح، این از یراق من ترسیده، از شمشیر من ترسیده لا اله الا الله گفت. پیامبر گفتند که آیا قلبش رو تو کفانیده شکاف کرده دیدی؟ ندیدی، تو ظاهرش رو باید قبول میکردی. اسامه بن زید میگن که فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، اینقدر پیامبر این سخن رو تکرار کردند که من تمنا کردم که ای کاش این واقعا نمیشد و همین روز مسلمان میشدم. حدیث ها زیاد است. حدیث ابی سعید الخدری که قصه خالد بن الولید رو ذکر میکنن زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و میگن که انی لم اومر ان انقب قلوبهم ولا ان اشقق بواطنهم، من امر نشدم که دلهای مردم کشوده بینم و این چنین این دلالت میکرد که ما جاسوسی نمیکنیم، ظاهرش رو دیدیم. اسلام است، حکم به اسلام است، ظاهرش رو دیدیم کفر است، حکم به کفر است. بارک الله فیکم. سخنها بسیار است و حجت ها زیاد است. من حالا فقط حدیث رو گفتم، اجماع و سخنهای علما در نزد من به نهایت زیاد است و این صحبت من هم ببینید 1 ساعت و 3 دقیقه شده و من نمیخواهم که در گوش کردن هم ابو عبیدالله متوکل زحمت بکشند و برادران و خواهرانی که مرا گوش میکنند در گوش کردن هم اونها زحمت بکشند. من عادتا هیچ وقت از این چنین صحبت طولانی نمیکنم، لیکن به خاطر اینکه این مسئله به نهایت نازک است و ما رو خطا فهمیده ایستادند و خودشون در این مسئله در جهر مرکب قرار دادند، در این مسئله مجبور شدم که جواب طولانی بدم. اما این جواب سوال اولی ابو عبیدالله متوکل بود، پس مجبور هستم که جواب دوم ابو عبیدالله متوکل رو چیکار کنم؟ یک صحبت دیگری بکنم که مرجئه کیست و سلف کی را مرجئه گفتند و ما چرا عذری هایی که مشرک را مسلمان میگن مرجئه میگیم، نه فقط مرجئه الغلات میگیم، زیرا که اینها شاگردان جهم بن صفوان و جوحیزی هستند. و در این مسئله شاید روزی آینده به سؤال دومی ابو عبیدالله متوکل چی میکنیم جواب میدهیم و صحبت رو بعد از این به پایان رسونیم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.